ساعت 1 شب سوختار در بازار کاروان خاموش کرده شد، ولی میلیسا و گروه سوختار خاموشکنی مکان حادثه را ترک نکردند. مقامات انتظامی همه راهها به سوی قسمتی آتش گرفته بازار را بستند و مانع حرکت آدمان می شوند. در آتش سوزی شب 2 ایول طبق معلومات وزارت کارهای داخلی در بازار کاروان در مساحت 480 متر مربع سوختار به عمل آمد که در نتیجه 25 مغازه و 260 دکان ضرر دیدند. وزارت بر پای خلاصه پیشکی سبب سرزدن آتش سوزی را رسیدگی کوتاهی ناقل‌های برقی اعلام کرد. وزارت حجم خسارات آتش سوزی را نگفته است، ولی گفته است که ضرر سوختار معین کرده می شود. در حادثه کسی جراحت نبرداشته است، تلفات جانی هم نیست. صاحبکاران و شاهدان عینی میگویند در این حادثه اساساً رسته‌های فروشی پایافزال و دکان‌های فروشی شیم جنس به کام آتش رفت. بعد از سر زدن سوختار زمانی که تاجران در تلاش بیرون آوردن مال و کالایشان بودند، یک گروه جوانان دست به دزدی زدند. یک مسئول پلیس به رادیو آزادی گفت که این افراد بازداشت شدند و از دزدی مالی صاحبکاران جلوگیری شد. سخت مهنت کردن همین دفعه نکردیم. اگه میگه قبیدن همین وقتی که اومدن دیگه دزدی یک گاز دیگه غیرت نکردی سینما گازل بیا. حادثه سوختار کلام بود در این حادثه. او سوختار هم که بود دو تا همینجا اومدن دو فقط در دنیا پرستگی همینجا ایستادیم. صبح 3 ایول بعضی از ضرردیده ها را در 2 اتوبوس به حکومتی شهر بردند. در واخوری با صاحبکارانی که در سوختار ضرر دیدند، رئیس شهر رستم امامعلی پیشنهاد کرده است که آنها تا 2 سال آینده از پرداخت چک همه روزه و اجاره پولی آزاد شوند. 5 سال پیش در قسمت یک لخت فروشی بازار کاروان سوختار سر زد و بیش از 8000 متر مربع بازار با 2250 دکان نقطه سودا سوخته نابود شد. بعضی از تاجران گفتند که در آن فلاکت صدها هزار دلارشان را از دست دادند. دادستان کلی تاجیکستان گفت که سوختار 5 سال پیش در بازار کاروان عملی برقصدانه بوده است.